دوستان عزیز، در حدیث دیگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم به اهمیت وقت، جوانی، عمر و حیات و کار و فعالیتی هر یک کدام ما و شما تأکید نموده می فرماید: لا تزول قدم عبد یوم القیامة حتی تسأل عن اربع: عن شبابه فيما ابلاه و عن عمره فيما افناه و عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه و عن علمه ماذا عمل به. رواه الترمذی و غیره. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک می‌فرمایند در روز قیامت انسان را گذاشته نمی شود که حرکت بکند، او را منع کرده می شود و از 4 چیز پرسیده می شود. یکم پرسیده می شود از جوانی، مهمترین لحظه حیات برای آموختن علم و دانش، کار و فعالیت و کسب و هنر، که این جوانی را تو به چی گذراندی. دوم پرسیده می شود از کل عمر، 70 سال، 80 سال، 40، 50 یا کم و یا زیاد، این عمر را به چی گذراندی؟ میگوید این عمر را الله سبحانه و تعالی به ما و شما عطا نموده است و ما و شما را او آفریده است و او از این نعمتی داده اش ما و شما را میپرسد. خداوند مهربانی کند که جواب درست و عملی درست کرده باشیم. پس الله سبحانه و تعالی میپرسد از علمی که به ما نصیب شده بود، با این علم چی کردیم؟ چه خدمت کردیم؟ موافق آن علم عمل نمودیم؟ موافق آن علم آیا خدمت و کار و فعالیت کردیم و یا نکردیم؟ برای همین هم بسیار باید دقت بدهیم که هر علم خوبی که الله سبحانه و تعالی به ما و شما نصیب کرده است، طبق آن خدمت کردن، طبق آن کار و فعالیت نمودن مهم است. اگر نکردیم جزا و پرسپارس و حساب و عذاب دارد خدا پناه بدهد. 4مین سوال از هر یک انسان پرسیده می شود و از مال که خداوند به ما نصیب کرده بود پرسیده می شود که از کجا به دست آوردی؟ یعنی از کار و فعالیت حلال بود و در کجا صرفش نمودی؟ جایی که این پول و مال را صرف نمودی آیا مهم بود، ثواب بود، درست بود، به مورد بود یا گناه بود، فساد بود، فحشا بود، گمراه کنی بود و غیره. برای همین هم دوستان و برادران و خواهران عزیز، در به دست آوردن مال بسیار دقت بدهید که از راه درست و حلال باشد و در صرف نمودن مال نیز دقت بدهید که این امانت الهی در دست ما و شما است تا در تربیه، تعلیم، کارهای خیر و سخاوت صرفش بکنیم، نه در فساد و نه در فحشا، گمراهی، عداوت، ظلم، ستم و غیره. خداوند از این اعمال ناشایان نگهبانمان باشد. ابن قیم رحمه الله میگوید هرگاهی که خداوند به انسان خیر و نیکی بخواهد، او را توفیق و الهام میدهد، وقتش را به کارهای نیک و خیر صرف می نماید و خداوند از کسی که خیر و نیکی را بگیرد، او وقت خود را درست استفاده کرده نمیتواند، وقتی او به غفلت و گناه و کارهای بیهوده میگذارد. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، صحابی بزرگوار و یکی از علمای یاران پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید: ما ندمت على شیء ندمی على یوم غربت فیه الشمس نقص من عمری ولم یزد فیه عملی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگوید از همه پشیمانی سخت من برای آن روز است که آن روز سپری شد، یک روز از عمر من گذشت و در عوض آن روز من عمل و طاعت و عبادت برای آخرت خود آماده کرده نتوانستم. یعنی ببینید دوستان عزیز که بزرگان یاران پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای روزی که در آن طاعت و عبادت یعنی به اوج اعلا رسانیده نتوانستند و کمی بعضی از آن وقتهای آن روز بیهوده گذشت، چقدر غمگین می شدند. یکی از دوستان خدا، یکی از علما و اولیا و صالحین در وقت جان دادن بسیار گریستند. پس از او پرسیده شد که ای شیخ، شما حیات خود را به طاعت و عبادت
و پهن نمودن دین مبین اسلام سپری نمودید و پرهیزگاری و خداترسی شما بسیار خوب بود. مگر شما از مرگ می ترسید که حالا در وقت جان دادن گریه می کنید؟ این دوست خدا می گوید که نه، از مرگ هم نمی ترسم، بلکه من در این لحظه هایی که می بینم حیات دنیا به آخر رسیده ایستاده است و آخرت آغاز می گردد، حیات خود را حساب و کتاب کرده ام و می گریم برای ساعتی که در آن ساعت ذکر نگفتم. می گریم برای روزی که در آن روز روزه گرفته می توانستم اما متاسفانه روزه نگرفتم. می گریم برای آن شبی که نماز شب، نماز تهجد خوانده می توانستم اما متاسفانه نخواندم. برای این لحظه های قیمت بها می گریم که از دست من بیهوده رفت. پس دوستان عزیز، پس باید ما چقدر برای روزهای گذشته خود بگیریم، چقدر توبه و ندامت بکنیم، چقدر عهد و پیمان ببندیم که در روزهای آینده، در شبهای آینده، در وقتهای آینده با ذکر و علم و دانش و کار و فعالیت و خدمت بهترین دستاوردها را با کمک و دعا کوشش بکنیم که خداوند نصیبمون بگرداند. با این دوستان عزیز رسیدیم به پایان برنامه و دعا میکنیم که خداوند بزرگ حیات ما و شما را پر از کار و فعالیت بگرداند. از ضایع کردن وقت به غفلت گذرانیدن آن ما و شما را نگه بدارد و خداوند بزرگ با این اعمال بزرگ رسیدن را به مرتبه های بلند جنت نصیب ما و شما بگرداند. آمین یا رب العالمین.